سلام علیکم همدیاران عزیز. امروز 27 یا 28 اپریل سال 2022 می باشد و ما یک تجربه میگذرانیم در گروه انگور و باغ. تجربه کارگیاگی رو و کارگیاگی همین خوشه انگور رو نیمش رو بریده میپرتن، نیمش زیاده نوکا کشو میمونن. حاضر من یک 20 خوشه رو هم خیل میکنم، یک دو خوشه رو بنوار میگیرم به شما نشون میدم و بعد نتیجهش رو بعد از 3 ماه نشون میدم که همین چخل شد. همین باید کلان کلان خوشو میشد، میواش چخل میشود، کنی ببینیم چخل و میشود گردالود میشود و من ببینید چخل اگر که همین تجربه ما نشد خیلی نشد انگورای من جزیره میشود. و هر حال شما یک اطلاعات اینفورماسیون میگیرید که همین تجربه میشود یا نمیشود. اکنون ببینید چخل میکنیم. منم خیلی الان خیلی گرفته میپرتیم همین قرق میمونیم. یک 20 خوشش من هم خیلی میکنم. میبینیم کنی چی نتیجه میتید. تکرار میکنم که این اکسپریمنت است برای پیشروی علم، برای پیشروی ساحه کشاورزی در تاجیکستان. ما ریرتا میکنیم همین خوشهای انگورمون رو کم کم میمونیم، میبینیم چه خیلی میشود. دیدید این خوشه را کلونش رو بینید. اگر این خوشه رو ممونم 2 کیلو انگور میشود. یعنی نیم زیادش رو من برم میبینیم که همین چگونه انگور میشود در ما. انا خیلی همدیاران عزیز با گروه انگوری ما باشید، انگور و باغ ما باشید. از شما یک خواهش، در گروه در یوتیوب هم همین انگور و باغ گروه هست، حتما ابونه شوید. ما 27,000 نفر شدیم. اگر شما یک نفر دیگر رفیقانتان را به همین گروه علاوه کنید، خوش کنید، ابونه کنید، 54,000 میشویم. دو نفری رو الکی 72,000 میشود. التماس همین گروه با قوت شدن با حد لیتسه کنید، لایک مونید یا رفیقاتون رو جلب کنید. و باز آزمون اعلان میکنم هر کسی که 20 ابونچی رو 20 رفیقش رو ابونه میکند و در مسنجری من فامیل و نامش رو روان میکند که من 20 نفر رو من ابونه کردم، تیرمو صاحب یک نهالی کشمش به همتا میشود. یعنی کشمش امریکایی سیاهی دراز که من رولیکوهاش رو نشون میدم، حالی پختگیش رو هم نشون میدم. 20 نفر رو ابونه کنید، صاحب یک نهال شوید. در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد. ایدهای در پیش می آمدگیتون مبارک شود.